پژواک سکوت، صدای بی صدایان، صدای زنان افغانستان که قرنها قربانی بی‌عدالتی بودند. دیدی که بهار من چگونه سرد است، دیگر همه چیز به رنگ زرد است، دیگر به بهار خندم نیست، شعرم همگی سرود درد است. به نام خداوند جان و خرد که از این اندیشه ها جان آفرید و از درد معلوم، جایی که صداها خاموش نمانده و روایت های از دل رای خود را پیدا کرده اند. در اینجا نه قضاوتی هست، نه فریاده، نه سرزنش، تنها صدای انسان است در میان هزاران خاموشی. این برنامه را با من نیروانا ابرام بیننده باشید و امشب با روایت دیگری در کنارتانم، روایت از رنجها، از امیدها و از آنچه که شاید هرگز گفته نشد و هیچگاه به تحقق نپیوست. در جهانی که دختر را نشنید تو لب گشودی و این خود شجاعتی است که از صدها فریاد بلندتر است. در این برنامه‌ها درد دل دختران یتیم و بانوان مظلوم را می‌شنوید که هرگز شنیده نشده است. هنوز 2 ساله بودم که پدرم ما شهید شد. مادرم 4 تا دختر داشت، 2 دانم بچه داشت. بی پناه و درمانده بودیم. پدرکایم خرد بودن که مادرم بیوه شد. 4 دانه خوارا مانده بودیم در خانه. ما با دست کاکایم ماندیم. کاکایمشان ما را به خانهشان برد. اما هیچ وقت مهر و حمایت پدری به ما نکرده. مثلا میگن که پدر کاکا در جایگاه پدر است، اما ما هیچ وقت از اونا پدری ندیدیم. حتی مثل کاکا به ما نبودن. ما را به خاطر تعیین کردن، بردگی اولاد و کود برده بودن. همیشه گشنگی بود و ظلم و ستم. تنها صدایی که میشنیدیم صدای امر نگهداری. روزایی را میکشیدیم که خیلی سخت بود. دیگه از ظلمی که فکر کنیم از توانشون میامد. زنای کاکا و کاکا سلام میکرد. مادرم چه غلط میکرد. خوراکایم تو غلط میخوردم. شبا گشنه اما تو با گریان خواب میشدیم کلما. مادرم یک زن تنها بود. دستاش تو گینه پینه شده بود، تکه تکه شده بود. بخاطر که هر روز میرفت به خانه مردم ظرف میشست، لباسشان میشست، زمین میسابید و پاک میکرد. لوبیا و کچالوی مردم میرفت صاف میکرد و از کرداشون جمع میکرد. فقط به خاطری که ما یک شام که شده گشنه خو نشیم. مادرم زیاد رنج کشید بیچاره. زیاد روزای سخته به خاطر ما تیر کرد. هیچ مهر و محبت و آغوش پدر ما ندیدیم. کاکایم پیش روی ما اولادایشان ناز میدادن. اولادایشان با آغوش میکشیدن. سر رویشان ماچ میکردن. با زیاد دیگر رو مخون میشد. گفتیم کاش ما پدر مادر میداشتیم. کاش ما پدر میداشتیم. ما نمیفهمیدیم که پدر چه رقمی باشه. یعنی محبت پدر چه رقم است. اگه میگو چه قسم میگو. چه قسم یک پدر اولاد خدایانی محبت میده. نمیشه در ذهنم یک سوال است. نمیشه فکر میکنم چه قسم میگو. ما نان خوشماره که گریان میخوردیم. مادرکم همیشه میگفت که ما او نمک لقمه میکنیم. به خدا زیادتر شوا شکمای گشنی بیدرکایم دمی آرامی و سکوت خانه صداش میپیچی، صدای غرغرش میپیچی. یعنی فکر کنم چقدر اینا گشنه بودن. از گریان میکردن. از مادرم نان میخواستن. ما بسیار روزای سخت گذشتیم. بعد از اینکه که پدرکم وفات کرد ما 2 ساله بودم، خرد بودم.
وقتی که همه آهسته آهسته کلان می شدم دیگه باز یادم می آید چقدر روزهای سختی ما تیر کردیم. مادرم همیشه در مقابل گشنگی ما گریان می کرد و شرمنده می ماند. همیشه رنج می کشید. می گفت بچه چاره ندارم. چاره نداشت. خب غیر از که خوارایم کاکایم به زور به شوهر می دادن و مادرمون قبول می کرد. خود دیگه می گفت برم دیگه خلاص شوه. جز خمه نمیتونم که شکمشان سیر کنم. هر روز خودم ناتوان شده میرم. مادرمون رو میتیزمم داشت که همهشون بسیار درد می کرد. از بس کار خانه مردم و کار ثقیلی کرده بود زانویشم ساییده شده. بسیار سرش سخت دل می شد. خودشم مریض بود. ما دیگه دی حالت که یک رقم محبت پدر خودم نگذردیم سر مادرمون بخور و دوش اضافه شده بودیم. رسیدگی کده نمیتونست دیگه با ما. سواد مکتب مکتب میرفتم. یک چند سال رفتم صنف 6 یا بود دوران بود نداشتم. بیگم نداشتم. کلام نداشتم. کس خوب ما نمیخیزید به خاطر که پدرم نداشتیم. یک کالا را یکی برای ما میداد مثلا شد کنه اولادای کاکای خود جور کده نمیتونسته. مادرم که توان نداشت. اما کنه چند سال میداشت. بسته دوران مکتب به نظرم 2 بار یا 3 بار کالای کسی برای خودم پوشید. کتابای خود همیشه در دست خود می بود. زمستان که می شد دستای می یخ می زد امرای کتابای. بعضی وقتا که برف می بارید یا باران می بارید امرای خونه که یک جای می شد کتاب جای ما متاسفانه تر می شد. در پای ما چبلق می بود که همی پنجای پای ما را از شدت یخی هوا یخ می زد بخیر. در مکتب در صنف مگه من قدرم خوش بودم میفتم لدقل میرم مکتب. خیلی یک چیزه که یاد میگیرم. زیاد خوش داشتم که مکتب برم. بارایمون زیاد خوش داشتن که برن مکتب درس بخوانن. اما کاکایم نماندشون. از مکتب کشیدشون. گفتن که چی جبر از با دختر مکتب؟ شما بیازو پدر نداریم. چی میکنیم مکتب میریم؟ شما مکتب میرین که باز هر کار یاد بگیرین لباس سر ما را خم کنین آبروی ما را ببرین. مادر ما گفتن که دخترای دیگه نمونید که مکتب برن. اگه برن باز دیگه ما برد لغت مالشون میکنیم. خواره کلان ما مادر به زور کاکایم از مکتب کشید. مادر گفت خیره بچه نرین کدام رو در راه در پیش روی مردم شما نزنه سشم دست بالا نکنم یا بخوا میکردن بیادو میکردن. زیاد تحقیر ما میکردن. توهینم زیاد میکردن که شما دختر هستید ضرور نیست از اون خاطر کشیدن ما و مخاطر کشیده بشم. میفهمی؟ که مکتب میرفتم به خاطر اینمی غریبی بی پرسگی کتاب نداشتم کلام نداشتم. وقتی دستم هم میبودی چیزی یادم نمی بود. فکرم طرف خونه بود. نارام می بودم. مادرم مریض بود و مادرم فکر میکردم که مادرم روزا چه قسم کار میکنن بیادرم چی میخورن خورن چی میخورن چی میکنن خدا نخواسته باز لد نخورن. در خانه ما چی میشه چی اتفاق میفته. فکرم همیشه نارام بود. من یک فکر آرام در سرچاکی مکتب نداشت. مثل اولادای دیگه مردم قشق خوش مکتب میرن درس میخونن خوش میگذرونن یک جای میرن درس میخونن.
هیچ وقت فکرم آرام نبود. یک چیز جالبتر، هیچ کس کارخانگی های ما رو پرسان نمیکرد در خانه که نوشته کده میانه، به خاطر که باران جوان بودن نوجوان بودن نمیشد که امروی مادرم برم. من امروی مادرم میرفتم شبانه تا وقتهای شب امروی مادرم خانه مدنه جلو میکرد، به خاطر که مادر یک مدقل کمتر کار کنه تا جای بتون دشه بکنه. زیاد مریض بود بیچاره، زانه های سجه شده بود، کمرش خیلی درد میکرد، یا دقیق کمتر تحقیر شود. کتاب جمع نداشتم کارخانه کنم. یکان روز لب میخورد در مکتب در پیش روی کالگی چرا کارخانگی نامرد. یکان روزم استاد میماندم دستم در پیش روی کالگی گفته نمیتونستم که من تنبل نیستم استاد که کارخانگی نکرد. من کتابچه ندارم، من فکر آرام ندارم، من در خانه ازم که سرم عذاب میبارم. فقط یک دو کتابچه داشتم، برم به کل مضمونای میگرفتم. باز استاد که کارخانگی میدید خال مخال میکرد سرم. یکان روز استاد میگفته من خودم برد کتابچه میگرفتم دیگه رقم نکنی. باز پیش روی صنفیم زیاد کم میامده که استاد برم کتابچه بخره. استاد میگفت که چرا کل کارخانگی تو در یک کتابچه میکردی؟ آخه یک دختر یتیم چی میتونه کنه؟ یک دختر یتیمی که پدر نداره. اگر پدر میداشتم من قدر درد نمیکشتم. همین چیز است که همیشه یادم میاد. قسم عقده باز گلوی منو میگیره، میخوایم که گریان کنم. ای کاش من پدر میداشتم. پدر میداشتم هیچ وقت قدر خواه نمیموندیم، هیچ وقت ذلیل نمیشدیم، اینقدر مهنت ظلم نمیکشتیم. شاید پدرم بهتر از بسیار مردای دو طرف بود. ما اصلا محبت ندیدیم، با درد کلام شدیم. کاکایمشان نان قفل میکردن، کتاب را منع کرده بودن و زندگی را تختر از مرگ ساختن. خوره ما یکی بعد از دیگهشان و زور یکی پس از دیگهشان به شوهر بودن. بالاخره مکتب دیگه نشد، خلاص شد دیگه قضیهش. بعد از خوره ما استایسته نوبت من رسید که مرا بده. مادرم پیشم اومد به گریان، چشمش تر بود، گریان میکرد. گفت که بچه‌م من شما را نان داره نبودم، از ظلمی کاکایت باید خلاص شد. میفهمی خب من مریض هستم نه؟ هر روز از روز دیگه که شکسته تر شده میرم. یک روز ما میشتم مثل پدرتان باید میرم. باز زیر ظلم اینمی آدم ها میرم. اینمی آدم هر چی که است بیگی بهتر از کاکایت شده است. زیاد گریان میکرد به خاطر که سن سالش کلام بود. خورد زن داشت، 6-7 تا اولاد داشت. زیاد برم سخت. مادرم و مشکای من ندید، دست من دستش داد خلاص داد. قدم نه راضی بودنه، رضایت نه، خوشی نه. مثل دیگه عروسا نبودم که در شب در روز عروسیشان زیاد خوش می باشن، شوق و ذوق می داشته باشن، تدلیل میکنن. نه قسم اصلا نبود. با گریان کردن، عذرگزاری کردن که خیر است، من اینمی ظلم کیجه است به خدا قبول. اما مرا به دستی یادم ندید. من نمیتونم مثل مادرم زندگی کنم. یک عمر مثل که ما خواری کشتیم. اما نکدر برم نه، دست مرا گرفتن و به دستای عمو دادن. خلاص مردی که 50 سال داشت، خودش زن داشت، اولادم داشت، حالا دیگه من زن شدم.
دیگه خلاص شد. لباس عروسی من مثل کفن بود، هیچ خنده نداشت. میفهمی من در کل زندگی میش خنده نکرد. از روزی که یادم میاد که پدرم فوت کرده بود، با گریان و ظلم و ستم کلان شده بودیم، زیر لط و کوب کلان شده بودیم. لباس عروسی من و محکوم کفن نداشت، بی کفن نداشت. به خاطری که با روز که من خانه نو میرفتم دبخند و خوشی نبود، مثل ایزی که از خانه یک جنازه برای یکم مطالعه داشت. از او روز تا ولی را فقط درس به چشم می‌آمد، فقط درس. تا ولی هم از او میترسم، تا نمیتونم شوم. هیچ فکر نمیکنم که مزنه تو یک آدم شده باشم. میترسم ازش، زیاد میترسم. هیچ امروز عادت ندارست. وقتی که طرفش میبینم چقدر از مکر کلان است، طرف ریش سفیدش میبینم، طرف اولاداش میبینم، حتی اولاداش هم از مکر کلان است. زیاد وحشت، زیاد میترسم. بسیار وقتا گریان میکنم، هیچ نمیخوایم که همراهش باشم. من نمیفهمم هم بترسی هم بترسی و این لحظه شده که گفته نمیتونم. نمیتونم بگویم که چی چیزا سرمتیک میشه. اصلا گفته نمیتونم. چقدر سخت است زندگی، کی رقم زندگی کنی. هیچ دیگه نمیتونم، واقعا سخت. اما تا امروز فقط یک گوشه را میبرم، در کنجک اتاق، یک جایی که فقط نمیاره باشه و این نمیاره من پیش چشم نبینم. اشرم فران میکنم همیشه چند دقیقه تنها باشم، اما دوباره بازش پشت میایم و میگه تو ذهنم هستی. چه قسم زندگی بودم میتونی زندگی نه میره دیدم نه زندگی کردم، نه گرمی بغل مادر از کردم، نه آرامش داشت، نه پناه پدرم بود که بهش تکیه کنم. کلگی اومد من گفتن تو زن شدی. هیچ کس هم پرسان نمی کنه که تو کودکیت زندگی کردی نکردی. اینه تو یک دختر یتیم بودی، چه رقم زندگی کردی که باز ما امروز تو ریچه آوردیم. امروز مادرم کار میکنه و مرا پیش قابله های داریم و باید مادر شد. خب یک نفر به من بگوید کسی که خودش نه مهر دیدن نه عاطفه دیدن، پدر نداشت، مادرم برشانه نشد، نه پناه داشت نه تکیه‌گاه داشت، زیر قدر ظلم و ستم کلان شد. بازی باید امروز خودش مادر شد. با قدر شکستگی و فرار از خانه که من فرار میکنم میترسم و تو خانه گوشتو که کلان کنم تو بزن کلان خود کنم. این دولت است که پدرم که مهر پدر من ندیدم، نه گرمای مادر داشت. میفهم که این مرد دلخی سرنوشت مرا دیگه هیچ پرسان نکن که بسیار تحقیق داشت. این مرد امروز میخواین که مرا به زور مادر پیشی قابله و قابله قریه میبرن که یک ظلم نو سرم. این مذهب و روز میفته و میبره،
من مثل مادرم به همین سن بسیار کم دل جوانی همراه اولادم میمونم، یه همراه ظلمی انبا و ای خانه و ای جنجالا اونان چی کنم؟ چی قسم کنم؟ یعنی کلی زندگی ما فقط اینم قدر است. سرنوشتی که از اول که یادم میاد تا آخر فقط درد داشت، تکرار بود، میگذره و همین چیز میگذره. و دیگه هیچ امیدی به زندگی کردن ندارم. همیشه درس، همیشه بلند شدم. یک گوشه را پیدا میکنم که بچم دیگه چشم در روی کسی نخوره، از کلگی پناه میکنم و هنوز میرم مرا به زور به شکنجه زندگی که همون زنده ماندن است گرفتم. وقت سرم نوشت خوره من میشه میترسم از اونها که دخونه بدتر شد. قسم زندگی که از اول تا آخرش فقط عذاب است و شاید این عذاب ما ادامه داشته باشه فقط به طریقه های جدید. و تا حالا هیچ کس پیدا نشده که از من پرسان کنه چی گذشت بود. با این برنامه همراه شوید تا بر ظلم و ظالم چیره شوید. گاهی خاموشیت فریاد بود، فریادی که هیچ گوش زمینی نشنید، اما باور کن در آسمان هیچ درد ناگفته گم نمی شود. بگذشت و چه گویم بر من چه گذشت، لهیب برزخ زبان زد، این رنج بر که است. تا روایت دیگر، خدا نگهدار. تهیه و تنظیم نیروانان اکرام. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.